ودافون است که 5 یورو خرید کردیم، ولی در اینجا جمع 3 یورو شد. یعنی ما تقریبا 3 یورو پول پرداخت کردیم. و این پایینتر پشت گوشی است که 99 سنت هست، همون 99 سنت برای من آمده. سلام درود به همه شما، مخصوصا دوستانی که مرا فالو دارن. امروز براتون یک ویدیوی کاملا جذاب و دیدنی دارم. هم آموزشی هست و هم معرفی یک محصول است. پرحرفی نمی‌کنیم. پس بریم در اول در تیک تاک، یعنی در تیک تاک شاپ. در این روزا خیلی ها از محصول های تازه، جدید و ارزان تبلیغات میکنن، مخصوصا وطندارای خود ما. اما در اینجا خیلی مشکل دارن، نمیتونن مستقیم از طریق پایپل از تیک تاک خرید کنن. اینجا مثلا یک محصول از 5 یورو، 2 یورو تا 3 یورو کرایه راه میگیرد، 7-8 یورو میشه یک محصول خیلی خرید. من امروز براتون یک راهی پیدا کردم که خیلی راحت میتونید با پایپل خرید کنید و خیلی ارزان هم، نیاز به پرداخت کرایه راه هم نیست. اما این تیک تاک شاپ نیست. مطمئنم بیشتریاتون از اپ علی اکسپرس خبر دارید. پس بریم داخل علی اکسپرس چطوری میشه بدون پرداخت کرایه راه محصولتون رو خرید کنید. بریم. مثلا ما چند وقت پیش این دو محصول رو خرید کردیم. یکیش ودافون است که 5 یورو خرید کردیم، ولی در اینجا جمع 3 یورو شده. یعنی ما تقریبا 3 یورو پول پرداخت کردیم. و این پایینتر پشت گوشی است که 99 سنت هست، همون 99 سنت برای من آمده است. حالا اصل سوال اینجا است که چطوری کرایه را نمیگیره. بریم. خب اینجا روی نقشتون کلیک میکنین، همچین صفحه باز میشه و بازی های مختلف نشان میده و کسانی که حوصله دارن میتونن بازی کنن و دوستانی که حوصله ندارن مشکلی نیست. و اینجا پایین یک منسن است، روزی 50 ثانیه وقتتون میگیره. میتونین هر روز هر بار که روی این کلیک کنین براتون منسن، یعنی مثل سیکه زیادتر میده. هر زمانی که یک محصول را مثلا 10 یورو خرید کنین، از شما مستقیم 10 یورو نمیگیره، 8 یورو میگیره یا 8.5 یورو میگیره. چرا؟ چون علی اکسپرس از این منسنی که شما جمع کردید از اینا کم میکنه. حالا بریم روی محصولی که ما خریدیم. دو تا یکی از بهترین عینک هاست که در تیک تاک شاپ هم شما دیدید. میگه خیلی ارزان است، اما نه، علی اکسپرس خیلی ارزان تر میده. حالا اینا در میاریم، بریم در اولین عینکش. نگاه کنین، یکی از بهترین عینک هاست که مثلا در آفتاب خیلی تیره میتونید استفاده کنید. و من خوب نمیگه، ولی محصولش خیلی ارزان است، میتونید بخرید. آهنی است، به راحتی نمیشکنه. بریم بعدیش رو من خیلی دوست دارم. این عینک بعدیش است، خیلی شیک است. نگفتنم نه، اگر خانم‌ها میخوای استفاده کنن میتونه استفاده کنه. ببینین، یکی از بهترین عینک ها است. اینم از بهترین ویدیویی که گفتم تا اینجا بود. اگر انشالله شد یک ویدیوی جذاب دیگه هم در آینده داریم. تا ویدیوی دیگه، بدرود. راستی یک چیز یاد نرفت، اینجا ما در علی اکسپرس تقریبا 20 یورو منسن، یعنی چی جمع کردیم؟ سکه جمع کردیم. یعنی ما هر بار خرید کنیم علی اکسپرس برای ما ارزان‌تر میشه.